بله تماشاوان دنگ امریکای ام ایرو لجمعیت روزنامه‌وانان باکر رجالات ترکیه لام دینه و وندبینن تفگره کی لپشت من هیا ایرو دو پارتین کردستانی تدک تفگر و پاک لودرا پارتیا خویا نو راگهینن اعلام بکن وکی کندزانن روزا شمی و یکشمه لآمده لأوتلکی کنگره که دروشی لدارخست بون لودری بریارات بگرتن که نوی پارتی وره گوهرتن و سروک پارتی نو وره اعلان کرن و نهاجی لپشت من وجود بینن اما دکاریا راگهاننا پارتی نوه پارتی ولاد پارزن کردستان لگل ما پیروز به ریواز ما ریواز مشرونن البته ام لدجی شدت درد کون شدت دولت شر دولت و اف اپراسیون که دولت ترکیه دمشینن ام دویژن 100 ساله نه ملت کرد ورته را کریه و نه ریل بر دوز آزادی ملت مگرتیه ام بانگی و دولت ترکیه دکن که دبل دست دجوان شر اپراسیون ام بردن لی وقت پارتیا ولاد پارزن کردستانی ام دویژن دم با ایروین دل باکور کردستانی دوی برین سیویل سیاسی دموکراتیک گرسئی و به اطاعتی سیویل ام اساس بگرن ام خوشیدت دور بگرن ام شر چکداری خود دور بگرن ام خوات خال سر و دوز خوای مشروع با آوین سیاسی بمشینن و ام رواز خوای حل سر به خورد بکن پارتی ولاد پارزن کردستانی وقت ما گفت پارتی که مشروعه هر وها وقت پارتی که یاسایی جمع بخابتن دزانن اف یکیتیا پاکو و تفگره نه ويكي ماسيا كو بحث بكم ويكي ماسيا بداويني افكي ماسي شيء لباكور كردستان تمثيليه كي نتوي وديمقراطيك تني ايرو بنغافا كما افيت يام دخوازن ببن سيوانا تفجر نتوي وديمقراطيك لباكور كردستان بفهم بسته هلوستكي ني راست بارتيا نخ ابابويه جي كي جرين ددجبو جوان و جن جبر كجن و جوان سديده بنجي جواتا ميه جبر ويزي دبي داخوازي وان تشتين كجبو وان جرينج ور زمان جبر ويزي ام بتايبتي جي ددن ري بكري كجبو جن و جوان جي بگره ايكو بخوازن كار بكن دبيريا بوزيتيف ايرمجلغزي ما جي دايه خديجه فارقين دنگ امریکا آمد